پس ما چیکار کنیم؟ از همه مهمش این است که ما همیشه به واخوردن الله تعالی آمادگی خویش را داشته باشیم، عقیده سالم داشته باشیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ثابت قدم در وقت آمدن زلزله با قلب گشاد شما شهادت را قبول کنید. همیشه خود، همسران خود، فرزندان خود تیار کنید که این مصیبتی که امروز به سر برادران و خواهران که در زیر زلزله ماندن آمد، هر لحظه برای هر کی آمدنش ممکن است و روز از روز این علامت زیاد می شود. پس خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یک روز هستی زنده، 2 روز زنده هستی، در زیر بالینت وصیتت نوشته شده باشد که اگر رفت من وفات کردم فلان قرض را به فلان جا دهید، فلان عمل را اجرا کنید، فلان عمل را اجرا نکنید. هر لحظه انسان وفات کردنش ممکن است. همیشه این حدیث ما را هوشیار میکند که هوشیار میدهد که ما باید آمادگی خویش را ببینیم.